روزی گوساله‌ای باید از جنگل بزرگ و سرسبزی می‌گذشت تا به چراگاهش برسد. گوساله با بی‌درایتی راه پرپیچ و خم و پرفراز و نشیبی را برای رسیدن انتخاب کرد. روز بعد سگی که از آنجا می‌گذشت از همان راهی که گوساله رفته بود از جنگل گذشت. مدتی بعد آن سگ که راهنمای گله بود گله اش را وادار کرد تا از آن راه بروند. مدتی بعد انسان‌ها هم از این راه برای عبور و مرور خود استفاده کردند. می آمدند و می رفتند، به چپ و راست می پیچیدند، بالا و پایین می رفتند، شکوه می کردند و آزار می دیدند. بعد از مدتی کوره راه تبدیل به جاده شد. حیوانات بیچاره زیر بارهای سنگین از پای می افتادند و مجبور بودند راهی را که می توانستند در عرض 30 دقیقه طی کنند 3 ساعته بپیمایند، چون مجبور بودند همان راهی را بروند که گوساله گشوده بود. سالها گذشت و آن جاده اصلی یک روستا و بعد خیابان اصلی یک شهر شد. همه از مسیر این خیابان می‌گذشتند و شکایت می‌کردند. البته حق هم داشتند، اما هیچ کس سعی نمی‌کرد راه جدیدی باز کند. این داستان مرا به یاد شعر زیبا و خاصی از شاعر معروف پاراماهان سایوگانانده انداخت. ترانه‌ای بخوان که هیچ کسی نخوانده باشد، فکری بکن که هیچ کسی در سر نپرورانده باشد، به جاده‌ای قدم گذار که هیچ کسی در آن گام ننهاده باشد، اشکی بریز که هیچ کسی برای خدا نریخته باشد، صلح و آرامشی به افراد ببخش که هیچ کس به آنان نبخشیده باشد. از او طلب کن تا تو را که در هیچ کجا پذیرا نیستند بپذیرد. همه را با عشقی که هیچ کس تا به حال احساس نکرده دوست بدار و شجاعانه با قدرتی مهار ناپذیر در نبرد زندگی مبارزه کن.